اولین آیه‌ای که درباره اطاعت از خدا و رسول خدا وارد شده، من 2 آیه رو میخونم درباره اطاعت از خدا و رسول خدا، بعد به آیه حجاب میپردازیم. خداوند در محکم تنزیل میفرمایند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. این آیه خیلی واضحه، میگه که انسان مؤمن و مؤمنه، چه مرد مؤمن و چه زن مؤمن، وقتی که امر خداست و خدا و رسول خدا مسئله رو قضاوت میکنن و فیصله میکنن، دیگه انسان مسلمان و مؤمن، چه مرد باشه چه زن باشه، حق اختیاری دوم غیر از انتخاب و اختیار خدا و رسول خدا و قضاوت خدا و رسول خدا، حق قضاوت و اختیار و انتخاب دیگر ندارد. بعد میگه دنباله آیه: اگر مؤمنی و مسلمانی خداوند در مسئله قضاوت بکنه و انتخاب بکنن مسئله، بعد این زن مسلمان و مرد مسلمان مسئله خلاف امر خدا رو فیصله بکنن و انتخاب بکنن، میگه و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کسی که در اوامر خدا و رسول خدا بیان دخالت بکنن و تغییر بدهن و عصیان خدا و معصیت خدا و رسول خدا بکنن، آگاه باشی که محققا در گمراهی آشکار به سر میبرن. اونها گمراهن به فیصله خدا و رسول خدا، اونها گمراهن و از گمراهان هستن و هدایت از اونها سلب شده. کدوم زن مسلمانی و مرد مسلمانی میخواهد که خلاف امر خدا و رسول خدا عمل بکنه که خداوند هدایت رو از او سلب بکنه، با انتخاب خودش هدایت خدا رو پس بزنه و گمراهی را به جان و دل بخرد؟ هیچ کدوم از ما، از خواهر مسلمان و برادر مسلمان که 4 زن در ارتباط با تو هست، مادرت، همسرت، خواهرت، دخترت، 4 زن در ارتباط با تو هست، مادرت، خواهرت، همسرت، دخترت. پس اینجا اون مرتبط به توست. اگر اون کوتاهی کرد تو باید تذکر بدهی. اما این آیه در سوره احزاب آیه 36، اگر کسانی میخوان مراجعه بکنم به آیات. اما آیه بعدی در اطاعت از امر خدا و رسول خدا: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. سوره نساء آیه 65. این آیه چیه؟ میگه فلا و ربک لا یؤمنون، نه به خدا قسم که ایمان نمی آورن مسلمانان و مؤمنین، به ایمان نمی رسن تا اینکه خدا و رسول خدا را حکم و صاحب فیصله و قضاوت در اختلافاشون قرار بدن، در مسائل اختلافیشون قرار بدن. حکم الله باشه، قاضی الله باشه، دو کسی که حق داوری داشته باشه خدا و رسول خدا باشد. میگه هرگز ایمان نمی آورن کسانی که به قضاوتی غیر از قضاوت خدا و رسول خدا در اختلافات فیما بینهم رجوع میکنن و تن در میدهند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، نه اینکه به ظاهر تسلیم بشن اما در باطنشون ناچارن احساس ملالت بکنن. به ظاهر میان میگن ما راضی شدیم به رضای خدا و قضاوت خدا و پذیرفتیم، اما در درونشون میگه چه؟ یک نارضایتی هست که نشون نمیدن و ظاهرا که دلتنگن، اما تحمیل شده بهشون، چون که بالاخره تو جامعه زندگی میکردن مجبور شدن که گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت باش. اما در درونشون میگه احساس ملالت میکنن از اینکه قضاوت خدا و رسول خدا را بپذیرن. همین کافیست که بهشون بگن ملا شدید، همین کافیست که بهشون بگن کلاستون پایین آمده، همین کافیست که تمسخری از اونها بشه.
از درونشون خجالت میکشن، در درونشون احساس ملالت میکنن. میگه نه، اینم ایمان نیست که به ظاهر تن در بدید اما در درونت احساس ملالت بکنید، احساس افسردگی بکنید. حالا چی شد؟ حالا دوستان چی میگن؟ حالا مردم چه درباره من قضاوت میکنن؟ میگه با سربلندی و رضایت خاطر و اطمینان کامل از درونتم شاد به رضای خدا، این که تو حکم خدا و رسول خدا را پذیرفتید. بذار مردم هر چی میخوام بگن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. و امور زندگیشون، در همه مسائل زندگیشون تسلیم خدا و رسول خدا بکنن. اون زمان مسلمان واقعی و اون مسلمان رشد میکنه و اون مسلمان با برکت میشه و اون مسلمان توانمند میشه و اون مسلمان مسئول میشه از هر گونه فتنه و فساد و کید کائدین و مکر و نیرنگ دشمنان و مکاران. اما اینکه با کره و با شرم و حیا از دیگران این مسائل رو بپذیرید اما در درونت تو آرامش نداشته باشید به حجاب که امر خدا و رسول خداست، خواهر مسلمان و برادر مسلمان، این تو را از ایمان دور میکنه، این تو را از رضای خدا دور میکنه. و خداوند زنان را به حجاب کامل امر میده. این امر خداست، پس باید هم حجاب کامل باشه در ظاهر و هم به حجابت افتخار بکنی و هم در درونت آرامش پیدا بکنی و هم به دیگران انتقال بدی و تشویق بکنی تا دیگران هم با حجاب بشوند و هم درباره تمسخر و نیرنگ دیگران از تو به خاطر حجابت باید استقامت به خرج بدی و مقاومت بکنی و امر به معروف بکنی و نهی از منکر بکنی.